درود و ارادت دوستان، روز همگی بخیر. امیدوارم عالی باشید. با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم توی یک فضای بسیار عالی در ارتفاعات شمال تهران و قطعا صدای محیط و موزیک ممکنه بیاد و گفتم که توی این فضا یک ویدیو دیگه بگیرم براتون بفرستم که هم حال و هوای اینجا رو ببینید و هم کلاس که در واقع نه، یک ویدیو آموزشی براتون جذابیت بیشتری داشته باشه. دستکش دست میکنم. گره که میخوام بهتون آموزش بدم اسمش گره 8 یکلا هستش که یکی از گره های کاربرددار در کوهنوردی، سنگ‌نوردی و تمام رشته‌هایی که با طناب کار میکنن هستش. روش ایجادش رو خدمتتون میگم. یک رشته طناب از بالاترین نقطه و از وسط رشته طناب میگیریم، یک دور کامل دور طناب اصلی میچرخه، یک حلقه بسته به ما از بالا میده. ادامه رشته حلقه‌ای که از بالا آمده دور میچرخه و از قسمت بالای حلقه‌ای که ایجاد کردیم رد میشه. به این گره میگن گره 8 یکلا. من 2 مرتبه ایجادش رو انجام میدم. ببینید از وسط طناب میگیریم، طناب کوتاهمون، و به این شکل یک دور کامل به سمت چپ یا راست تفاوتی نداره، دو رشته رو رد میکنیم و از قسمت بالایی طناب که یک حلقه ایجاد کردیم رد میکنیم به این شکل. و البته باید منظمش هم بکنیم و خوانا که شکل گره فرمتش به هم نخوره. به این شکل. به این گره میگن 8 یکلا. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و از این آموزش ها لذت ببرید. اگر خوشتون اومد سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله رو هم بی زحمت فشار بدید. موفق باشین.